اکنون سوال زیادی خواهر و برادران، من خودم خانه ندارم اما پولم به 85 گرم طلا برابر است. من حتی زن گرفتگی نیستم، یعنی برادرایی که میگن من هنوز خانه دار نشدم اما پولم به 85 گرم طلا برابر است. یا اینکه مادرانی که میگوین من خودم شوهر ندارم، یعنی بیوه هستم، کودکای یتیم دارم اما در خانه پس انداز 85 گرم طلا رو دارم. عزیزان، زکات به تمام مسلمان، حتی به کودکان، وقتی پولشان به 85 گرم طلا برابر می شود فرض می شود. برای اینکه پیامبر میگویند از پول یتیم را به تجارت اثر دهید که زکات آن را نخورد، یعنی با زکات دادن کم نشود. با همین معنی که پول کودک مدام در تجارت باشد، در یک جا نایستد. اگر پس انداز کودک در دست شما باشد یا یتیم. اینجا پس تو خانه داری نداری، زن داری نداری، شوهر داری نداری، یتیم داری نداری، مسافر هستی نیستی، خودت خشتبار قنبغل داری نداری، مثلا در خانه به این نگاه نمی کند 85 گرم پول طلا در خانه هست یا اینکه پول 595 گرم نقره در خانه هست، به خاطر الله فرض گردنت 2.5 فایزش رو باید بدهی. ندادی گناهگار میشوی و چه خیلی کمی پیشتر گفتم جزایش عاجل و آجل است، در دنیا و در آخرت است. این که نه من خودم یتیم دارم نمیدیم، آره زیاد زنهای یتیم دار هستن که از زنهای شوهردار پولدارتر هستن. یا من هنوز زن نگرفتم، شاید تو حاضر نمیخوای، شاید 10 سال پس هم زن نمیگیری اما پول در دستت است. زکات هم حق الله هم حق قنبغلان است. اونهایی که زکات مال رو نمیدهن هم حق الله رو پایمال میکنن هم حق قنبغل رو. یعنی فقط رحمت پروردگار است که تو اگر 1 سال در دستت پول 85 گرم طلا نایستاد زکات نمیدی، یا قرضداری که پول داشتد رو به قرضت بدهی تماما به 85 گرم برابر نمی شود زکات نمیدی. پول کودکت در دستت است به 85 گرم طلا برابر است زکاتش رو میدهی. یعنی من پول جمع کرده استادم که خانه خرم چه خیلی زکات دهم، شما که با 2.5 فایزش رو دادن پول خانه تا ناقص نمی شود. این وعده الله هست که برکت تو میدهد، باید از آن زکات دهید. در یگان جای اسلام نگفته است که اونی که زکات میدهد صاحب خانه باشد، صاحب ماشین باشد، صاحب شوهر باشد، صاحب زن باشد. در یگان جای این چیز آمدگی نیست. در اسلام نفر مسلمانی که پولش به 85 گرم طلا رسید و 1 سال گذشت و اون انسان قرضدار نیست زکات میدهد. یا میگوید من تاجر هستم، کالاهای تجارتی دارم، پول نقد ندارم، کالاهای تجارتی تو به 85 گرم طلا برآمد، میتوانی از خود کالاها حتی حساب کرده 2.5 فایزش را زکات دهی یا پول، هر دوش هم جایز است. یعنی مثلا آنهایی که زیاد مثلا کرته و لته میفروشند، اگر تمامی بارهایی که دارن یا گفتیم کالاهایی که دارن به 85 گرم طلا برابر باشد، از همون لباسهایشان 2.5 فایزش را از همه پست به نرخ نمیرفتگیش رو به سودا نمیرفتگیش رو نمو مابینش رو گرفته صدقه میکنند، یعنی زکات میدین.